روز پرفشاری رو در اسلام آباد داشتید. 21 ساعت مذاکره بود ولی 24 ساعت تقریبا زمان برد و تقریبا یک سری گفتگوهای کم سابقه ما داشتیم بیوقفه. میخوام بدونم چه گذشت آقای بقایی؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان محترم شبکه خبر. همونطور که اشاره کردید فکر میکنم این دور از مذاکرات تحقیقاً طولانی ترین دور مذاکراتی بود که ما در این یک سال داشتیم. 24-5 ساعته، یعنی دیروز صبح که با گفتگوهای غیر مستقیم تبادل پیام بین دو طرف شروع شد از طریق میانجی پاکستانی، تا الان بیوقفه ادامه داشت. در طول شب باز گفتگوها ادامه داشت در مورد طیفی از موضوعاتی که هم در پیشنهاد دهبندی ما مطرح شده بود و هم نکاتی که طرف مقابل داشت. در مورد یک سری از موضوعات ما به تفاهم‌هایی رسیدیم واقعیت، اما در مورد 2-3 موضوع مهم خب دیدگاه‌ها فاصله داشت و نهایتاً منجر به توافق نشد این گفتگوها. این آخرین وضعیت هست که من میتونم خدمتتون اعلام بکنم. جا داشته باشه الان در واقع این سوال رو بپرسم، سوال مخاطبان هم هستین که ادامه مسیر رو به چه صورت میبینید؟ شاید بشه این سوال رو پرسید، آیا کار دیپلماسی تمام شد؟ همچنان در جریان؟ این رو از زبان شما بشنویم. دیپلماسی هیچ وقت کارش تمام نمیشه. دیپلماسی همیشه ابزاری است برای تأمین و صیانت از منافع ملی و دیپلمات‌ها وظیفه‌شون رو در هر شرایطی، چه در زمان جنگ چه در زمان صلح، باید انجام بدن. خب ببینید چند تا نکته رو باید در نظر داشته باشیم. اولا این دور از مذاکرات بعد از 40 و چند روز 40 روز جنگ تحمیلی و بعد چند روز از آتش بس انجام شد در یک فضای مملو از نه بی‌اعتمادی، بدگمانی و سوء ظن. به هر حال طرف آمریکایی مرتکب تجاوز نظامی شده علیه جمهوری اسلامی ایران به همراه رژیم صهیونیستی برای دومین بار در طول 9 ماه. لذا طبیعی است که از ابتدا هم نباید انتظار وجود می داشت که در ظرف یک جلسه ما بتوانیم به توافق برسیم. فکر نمی کنم کسی چنین انتظاری داشت. علیرغم اینکه عرض کردم این جلسه طولانی ترین جلسه ای بود که ما در این یک سال داشتیم. نکته دیگه‌ای که باید مد نظر داشت پیچیدگی موضوعات و پیچیدگی شرایط بود. بعضی از موضوعات جدید این دفعه به موضوع مذاکرات اضافه شد، مثل موضوع تنگه هرمز یا منطقه. خب اینها خودش شرایط، ویژگی ها و مقتضیات خودش رو داره. اما فکر میکنم که به هر حال ما کماکان در هر شرایطی باید به عنوان دیپلمات و به عنوان دستگاه دیپلماسی پیگیر منافع ملیمون باشیم، از ابزارهای مختلفمون استفاده بکنیم برای صیانت از امنیت، حقوق و منافع ملت ایران. من جا داره از این فرصت واقعا استفاده بکنم، تشکر بکنم از دولت و مردم پاکستان، از شخص جناب آقای شهباز شریف نخست وزیر محترم پاکستان، جناب آقای عاصم منیر فرمانده کل ارتش، آقای اسحاقدار وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر. تلاش خیلی زیادی کردند. مساعی جمیله پاکستان در چند هفته اخیر و به ویژه این 2-3 روز شایسته تقدیر هست. از حسن میزبانیشون تشکر میکنیم. اطمینان داریم که تماس‌ها و رایزنی‌ها بین جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و سایر دوستانمون در منطقه ادامه پیدا خواهد کرد. دیپلماسی همچنان در کنار سایر اجزای حاکمیت، در کنار
مردم خوبمون در کنار مدافعان وطن برای صیانت از منافع و امنیت ملی کشور آماده همه نوع همکاری و همه نوع فداکاری هست.